ترمینال شمال افغانستان که موتراش میره از کابل که در لوای باباجان کابل موقعیت داره. همون سرکی که از سرای شمالی طرف 500 فامیلی میره. در ادامه ویدیو ما دوستان عزیز امروز آمدیم که از ساخت ساز سرک کوتل که به سرای شمالی وصل میشه. دیگه ساخت زیم باید قسم استاندارد باشه که هر چه موترها با توناژ بلند از این رد میشن نباید بشکنه و خم شوه و یا ریاست سرسبزی نمی بخش موقعیت داره. دوستان از میبینید دیگه کار کرده میرن و موتر این موتر اوارکاری است دیگه، ماشین اوارکاری که خاک اوار میکنه. این طرف هنوز زیاد جای مانده نسبت به اون طرف. بیام تانکرها باز دوستان عزیز اگر اشتباه نکنم. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، اینی هدر که میبینین هدی ترمینال است، ترمینال شمال افغانستان که موتراش میره از کابل که در لوای باباجان کابل موقعیت داره. همون سرکی که از سرای شمالی طرف 500 فامیلی میره. در ادامه ویدیو ما دوستان عزیز امروز آمدیم که از ساخت ساز سرک کوتل فاز سیومش که از یک جای کوتل، از پایین کوتل یا از کمر کوتل سالتر بگویم شروع میشه الا سرای شمالی دیدن بکنیم. میربار موترها رو خود میبینین خودتان، موترها پایین میشن. این سرک دوستان در حال ساخت است، نو سختکاری میشه. حالا پیشتر بریم ماشینالا چه میبینین، اما موتروانای ما رو میبینین والله اگر قصه هیچ چیزی باشن میان و پایین میشن. نمیگن که سرک در ساخت است، سخت میشه، سختیش چقدر شوه کم از زیاد است و استانداردش پایین میشن و موتر از اینجا میبرن. یک کار اشتباه هست دیگه. این طرف هم میبینین دوستان عزیز تخریب شده سرک. این تقریبا تا اینجا بود. این پیاده رو از دوستان عزیز که از بین رفته و سنگار بالا موندن و او طرف هم کیر اولش انداخته شده دوستان عزیز. تقریبا دیگه تنها کیر اولش انداخته شده، دوم و سیومش هنوز مانده و در حال ساخت است دیگه به یک حساب دوستا. دیگه همینطور که میبینین دوستان عزیز بیربار از جا نهایت زیاد است. تو روزا شده دوستان عزیز که من خودم شخصا در این بیربار الا نیم ساعت و 45 دقیقه بند ماندیم در این فاصله سرای شمالی تا لوای باباجانه. خوب چون که از کوتل که پایین میین اونجا یک سرک دیگه هم داره دوستا. او سرک از سرک کوتل دور میخوره تو مین موترها میرن لوای باباجان. کو بر فعلا بند است و به خاطر از این بند است که موترها یک طرف هستن دیگه. اگر اونجا رها کنه چون یک سرک در حال ساخت است و طولش و عرضش ببخشید دوستا کمتر است، باز این موترها مجبور هستن استاد شوند و اینمی استاد شدن سرای شمالی را بند میکنن. دیگه به می خاطر او سرک بند کردن که موترها مستقیما برن سرای شمالی. این طرف دوستان عزیز ریاست سرسبزی هست، این طرف البته تشنابای عمومی هست. بیشتر ریاست سرسبزی هم در این بخش موقعیت داره. موترها دیگه میشه دوستان عزیز سلو بالا میرن. ما خدا کاکا چه اشپلاق میزنه. اشپلاق زمان دوستان عزیز بلد هستن یا ما واره هیچ نمیفهمین که اشپلاق چی است. اینجا دیگه اینه دوستان عزیز کار جریان داره. این جرا را به خاطر میکنن که آب که از دو سرک جمع میشه به یک جر مستقیم برن که به سرای شمالی وصل میشه دیگه. ساخت زیم باید قسم استاندارد باشه که هر چه موترها با توناژ بلند از این رد میشن نباید بشکنه و خم شوه و یا از بین بره و باید بسیار به استاندارد بالا این کار شوه که نه کار شده میره دیگه. این طرف هم دوستان عزیز موترها
کار کرده میرن، ما هم پایشیم پیاده رو اگه یک ذره جا داشته باشیم پیاده رو هم تو سلو بریم. میبینید سرک سخت کرده میرن، پرکاری است دیگه دوستا. تقریبا یک ریگ یا جغل دیگه هموار میشه، اون با او اندازه دوستان عزیز که سرک شما با سرش قیر میندازن. فکر کنم یکی دیگه کفایت کنه. این طرف هم هده چارکار، کاپیسا، پنچیر، جبل سراج و این طرف هاست دوستان عزیز. هده سابق سرای شمالی بود، به خاطر کوچه بیربار به نهایت زیاد بود باز هده را ایجا آوردن و یک کار بسیار خوب شد به نظر ما دوستا. حالا که سخت شود دوستان عزیز، همه سرک کنه موترها اصلا سخت کرده میرن. موترها را اگه اشتباه نکنم اسمشون لودر هست. بعد از اینکه اینا سخت کنن باز میاین و دیگه خاک سر ازی چپه میکنن، خاک بعدی یا لای بعدی سخت میشه تا که همون استاندارداش تکمیل شه و بعد از اون باز قیر میریزن. البته دوستان عزیز این کار مربوط به شرکت شخصی فکر نکنم شود، چون موترهای شاروال کابل هستند. البته دوستان عزیز ریاست سرسبزی مینی است، دروازه شمالی هست و ریاست سرسبزی نمی بخش موقعیت دارد. دوستان عزیز می‌بینید دیگه کار کرده میرن و موتر، یعنی موتر اوارکاری است دیگه، ماشین اوارکاری که خاک اوار میکنه. این طرف هنوز زیاد جای مانده نسبت به اون طرف. یا هم تانکر ها باز دوستان عزیز اگر اشتباه نکنم از شاروالی کابل. فاز اول دوستان عزیز فکر کنم تا همینجا یا شاید تا بالاتر تا تانگ تیل یک ستاره باشه. فاز دومش تا شهرک زاکرین هست و فاز سیومش هم میرسه دیگه به هدی مزار. یعنی بیربار اینی دوستان عزیز از خاطر دینی سرک لوا هست و اونو سرک که طرف بالا میره موترها، چون که این سرک خرد از دوستان عزیز، این سرک کوچک است. جوابگوی تردد از این موترها نیست. یک خط از طرفی که موترها میاین از کوتل، یعنی سالتر بگویم بیدست هم ترافیک اجازه داده و اونمو بیربار میکنه، چون که از این سوبرم موترها بند میمونن و باستر است. همه موترها کوشش میکنن از امو را برن و حرکت کنن. خب دوستان عزیز انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانم به الله متعال پاک و به همتا میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه حق باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.